بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز، یکی از دلیل های واضح که زن در اسلام حق حقوق خود را دارد و زن می تواند صاحب مال خود باشد و زن می تواند اقتصاد شخصی خودش را داشته باشد، این مهر است که امروز با هم در این برنامه صحبت میکنیم. خیلی هستند که گمان میکنند زن مسلمان فقط باید اطاعت شوهرش را کند، در خانه باید باشد، نه حق خرید و فروش دارد، نه حق شخصی مالی یا خود اقتصادی دارد و او هر تینه که در دستش هست باید با مصلحت شوهر و یا پدر و برادر خودش صرف کند. اما اگر به خود شریعت نگاه کنیم، واضح ترین دلیل به این که زن میتواند صاحب ملک شخصی خود باشد، زن میتواند صاحب پول و مال شخصی خودش باشد، این مهر است که پروردگار برای هر یک شوهر فرض گردانیده است. به اتفاق تمام علمای اهل سنت و جماعت و عموما به اتفاق تمام مسلمان ها، خود مهر برای هر یک مرد فرض است که یک مقدار پول را به همسرش بدهد. و اینجا ما گفتیم یک مقدار پول و کمی بعد توضیح میدهیم که مهر میتواند حتی حقوقهای معنوی باشد و خود مهر که چی است، معنایش چی می باشد. در خود کتاب های فقه آمده است که مهر گفته مقدار از پول یا مال یا هر چیزی که ارزش دارد به زن در وقت نکاح دادن شوهر را میگویند، که حق خود زن پس از آنکه نکاح یا عقد نکاح بسته شد بر آن است که شوهرش به او مهرش را بدهد. و برای اینکه مهر فرض است و شوهر اگر نداد گناهگار می شود، اول شده آیت در سوره نساء است که آیت 4 الله می گوید و آتوا النساء صدقاتهن نحله فإن طبن لكم عن شیء منه نفسه فکلوه هنیئا مریئا. و به زنهای خودتان مهرهای آنها را بدهید با راضیگی، نه نگفته، معطل نکرده، نمیدهم نگویان مهر زنها را بدهید. و اگر مبادا زنهایتان به شما گفتن که مقداری از این مهر را من به خود شما دادم و یا نه مهری که شما دادنی هستید من عموما به خودتان بخشیدم، در اینجا مشکل ندارد، فکلوه هنیئا مریئا، آن را به سلامتی و گوارا بخورید. و خود آیت وقتی و آتوا النساء گویان امر میکند، معنایش این است که ای مردها بر گردن شما فرض است که تمامی هر یک زنی که شما به ازدواج خود گرفتید، نکاح کردید، مهرش را بدهید. و این چنین هر مردی که زنی را نکاح میکند اما مهرش را نمیدهد در حالی که شرایط دارد و یا نیت میکند که من این زن را میگیرم اما به او اصلا مهر نمیدهم، من از آن مردهای نیستم که پولم را به زن دهم، به گفته بعضی از مردها، این گونه مردها پناه به الله در روز قیامت از جمله نفران زیناکار میخیزند. چگونه که در این باره یک چند احادیث است و تقریبا اکثریت علما صحیح میگویند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند در روز قیامت مردی که زن گرفت و او مهر زنش را کم باشد و یا زیاد باشد نداد و نیت هم کرد که من مهر زنم را نمیدهم و با این کارش همسر خودش را فریب کرد، یعنی در وقت نکاح یک مقدار مهر را معین کرد و نداد و باز نیتش هم همین بود که نمیدهد، لقی الله یوم القیامت و هو زان، در روز قیامت با الله روبرو می شود در حالی که این مرد از جمله زناکاران محسوب می شود. و این چنین هر مردی که از یک نفر قرض گرفت و نیت او این است که این نفر را فریب کند و قرض گرفته اش را برنگرداند، فمات ولم یرد الیه دینه و مرد و به او قرضش را برنگردانید، لقی الله و هو سارق، در روز قیامت به الله روبرو می شود در حالی که این مرد از جمله دزدان، نفری که مال کسی را دزدید و باید جزایش را بگیرد، محسوب می شود. پس
مهر گفتن یا به آسانی بعضیا میگن مهر خودش معنایش چی هست؟ من اصلا مهر نمیدهم، در عائله ما بعضیا در اولاد ما مهرگویان چیزی وجود ندارد، نه پدرم نه بابایم مهر نداده بودن که من دهم. اما وقتی به این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم نگاه میکنیم، ندادن مهر با قصد در حالی که شرایط داری و نیت کردن از اول که من مهر را نمیدهم، الکی این گناهی کبیره می باشد. پس اینجا وقت دیدیم به آیت قرآن کریم که میگوید و اتوا النساء صدقاتهن نحله، شما مهرهای همسران خود را بدهید. و این چنین به حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم نگاه کردیم که میگویند مردهایی که بر قصد با داشتن شرایط مهر زن خود را نمیدهند، نیتشون از اول ندادن مهر است، آنها در روز قیامت از جمله زیناکاران برمیخیزند. پس ندادن مهر این گناه کبیره می باشد و هر یک مرد وقتی مهر معینی را در روز نکاح تعیین کرده شد و یا اینکه عموما تعیین نکردند و بعداً به خویش و تبار نگاه کرده خواهر این عروس چنین مهر داشته است، چنین باید مهر دهیم، گویان مصلحت کردند، باید آن مهر را به خود زن بدهد. اما درباره مقدارش اینجا خیلی زیادی ها میگن مقدار مهر چقدر هست. وقتی میگویم مهر و حتما فرض بوده است که هر یک مرد بدهد، مقدارش چقدر است؟ اگر به خود مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نگاه کنیم، در مذهب امام ابو حنیفه از 10 درهم کمتر مهر وجود ندارد که اگر به گرم حساب کنیم تقریبا 30 گرم نقره می شود. در کتاب های فقه حنفی آمده است که هر نکاحی که از 30 گرم طلا کمتر مهر دارد آن مهر حساب نیست و زن حد اقل از همه کمترینش باید 30 گرم نقره از شوهرش مهر گیرد. و به این دلیل هم می آورند از حدیثی که در بیهقی آمده است لا مهر اقل من 10 درهم یا 10 دراهم، کمتر از 10 درهم مهر وجود ندارد، ولی حدیث خودش ضعیف می باشد. برعکس این در به خود احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم نگاه کنیم، هم در صحیح بخاری آمدگی هست، هم در تمام کتاب های سنن، هر یک صحابی یا هر یک نفر به شرایط خودش نگاه کرده مهر خودش را داشته بود. اول نگاه میکنیم به مهر پیامبر صلی الله علیه و سلم، چگونه که در صحیح مسلم آمدگی هست از حضرت عایشه رضی الله عنها. حضرت عایشه میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم به همسران خود 12.5 اوقیه یا اوقیه نقره داده بودند و این 12.5 اوقیه رو اگر با گرم ما حساب کنیم تقریبا 1.5 کیلو 1.5 کیلوگرم نقره می شود. پس مهر پیامبر صلی الله علیه و سلم به همسرانشان 1.5 کیلوگرم نقره بود. اکنون هر یک دولت نرخ خاص خودش را در نقره دارد. نقره از کشور در کشور دیگر فرق میکند. به این حساب کرده هر یک نفری ما میتوانیم حساب کنیم که 1.5 کیلو نقره چقدر پول است و پیامبر صلی الله علیه و سلم همین مقدار را به همسران خود همچون مهر داده بودند. و این چنین در کتاب های دیگر هم آمده است که خودی حضرت عمر رضی الله عنه گفته بودند که ای زنها آنقدر مهر زیاد طلب نکنید، زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم نه همسرانشان نه دختران پیامبر از 12.5 اوقیه زیادتر نقره نگرفته بودن یا مهر نگرفته بودن. چه خیلی که گفتیم تقریبا 1.5 کیلو می شود که اگر دقیق گویم 1 کیلو و 487 گرم نقره به همسران خود داده بودند. و حتی در صحیح مسلم امام مسلم میگویند مستحب است که هر کسی که میخواهد سنت پیامبر را پیروی کند همین مقدار یعنی 1.5 کیلو نقره را همچون مهر بدهد. اما این مهر پیامبر بود. و اینجا در صحیح بخاری دیگر حدیث هم هست که یک مرد وقتی میخواست ازدواج کند و هیچ چیز نداشت، پیامبر صلی الله علیه و سلم به او میگویند اگر یک دانه انگشتری آهنین داشته باشی هم فولادی داشته باشی هم آن رو بیار به اندازه مهر، سپس تو رو با این زن نکاح میکنیم. وقتی اون مرد میگوید من حتی یک انگشتری فولادی ندارم، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند پس کدام سوره های قرآن رو خیلی خوب خوانده توانی آنها رو بخوان و این مهر این زن میشود. سپس وقتی اون مرد
از سوره ها میخواند، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند این زن را به نکاح تو در آوردیم. این چونین در کتابی که در مسند امام احمد آمده است، پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث میگویند ان اعظم النکاح برکتا ایسره مؤونتا. زیادترین یا با برکت ترین ازدواج همان ازدواجی هست که در آن مهر آسان باشد، خیلی کم باشد، مهری زیاد نباشد. و در کتاب دیگر هم آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم، مثلا حدیث در نسائی است، وقتی ابو طلحه ام سلیم صحابی جلیل را به خواستگاری طلب میکنند، ام سلیم میگویند تو مسلمان نیستی؟ تو مسلمان شو، همان اسلامی تو را من مهر خود قبول میکنم و به تو ازدواج میکنم. سپس ابو طلحه اسلام می آورند و به ام سلیم همان اسلامشان همچون مهر میشود و قبول میکنند. در این باره اگر به خود زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم نگاه کنیم و قضاوت پیامبر در بین صحابگان نگاه کنیم، صحابه بودن مثل عبدالرحمن ابن عوف که تقریبا با 5 تنگه نقرگین ازدواج کرده بودند و یا خود پیامبر صلی الله علیه و سلم با این مقداری نقره ازدواج کرده بودند و بعضی صحابه ها رو حتی با یک پایافزال یا فقط با ارزش های معنوی مثل اسلام آوردن یک نفر یا خواندن سوره ها ازدواج کنانیده بودند. اما در تمام مجموعه های احادیث اکثر علما میگویند پس هر یک مهر به شرایط مرد و اتفاق آنها وابستگی دارد. هر یک مرد به شرایط خودش نگاه کرده، البته به عرف عادت همان مکانی که زندگی میکند نگاه کرده مهر پرداخت میکند. کمترین مهر هم وجود ندارد، زیادترین مهر هم وجود ندارد. خیلی کم بغل هستید، فقیر هستید، در اطراف شما کمترین چیز را همچون مهر میدهند، این مهر شما است. نه شرایط خوب دارید، اطرافیان شما هم مهر خوب میدهند، پس همچون اطرافیان باید مهر دهید. برای همین در قرآن کریم هم الله میگوید این اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا. ای مردها، اگر شما همسر خود را طلاق دادنی شدید و همسر دیگر گرفتنی شدید و این همسری که او را طلاق دادن میخواهید اگرچه به وزن قنطار، یک وزن زیادی طلا مهر داده باشید، هم از اون مهر چیزی را طلب نکنید، باز پس نگیرید. شما اون چیزی که به او دادید اگرچه مقدار زیادی تا 40 کیلو و 20 کیلو از طلا باشد، هم اون را دیگر طلب نکرده با همان مهر او را سر دهید. پس هم آیت قرآن کریم هم احادیث پیامبر را وقتی جمع میکنیم میبینیم که هر نفر به شرایط خودش نگاه کرده مهر داده میتواند. و اینجا زنهایی که میگویند من مهر اگرچه چنین از خواهر من این مقدار مهر دارد، من از شما مهر طلب نمی کنم، شما مرا به طلب علم برید، یا اینکه شما به عوض این به من چنین کنید، یا یگان کار معنوی هم میگوید یا طلب میکند، باک ندارد. این چنین اگر زنی گفت من پول نمیگیرم، به جایش مثلا خانه میخواهم یا به جایش یگان چیزهای عادی مثل انگشتر طلا بعضیا میخواهند یا عموما چیزهای هر چیزی که ارزش دارد طلب میکنند، هیچ باکی نیست که حتی در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت پسر قیس به همسر خود یک باغ را همچون مهر داده بود که سپس وقتی او طلب طلاق کرد پیامبر گفتند اکنون که تو طلب طلاق میکنی پس آن باغ را برگردان و به صاحبش ده. اینجا اگر به مقدار مهر به تاجیکستان نگاه کنیم، حتی ناحیه ها از ناحیه ها فرق میکند، اما متاسفانه جای تأسف هم در آن هست که جایهای هم هستند که مردم مهر چه هست نمیدونند و حتی گمان میکنند مهر این یعنی خریدن دختر است، گویا که دخترک با مهر خودش را میفروشد، در حالی که مهر خریدن دختر نیست، مهر قدر و قیمت دختر است. و در اکثریت دولت های مسلمان نشین این مهر را زنها بر روز مبادا جمع میکنند، مهر میگیرند و وقتی که یکی شد دو شوهر در حالتهای بد روبرو شد یا اینکه یکی طلاق شد بینشان که هیچ کس نمیداند آینده چی میشود، زنک سرسام نمیشود و از آن پول برای خودش خرج میکند. برای همین وقتی گفته مهر این قدر و قیمت زن است، نه اینکه زن را قدر و قیمتش را پایان میفرارد و یا اینکه زنک با این چیز خودش را گویا که فروخته ایستاده باشد. و پیش از
خود اسلام آمدن هم مهر وجود داشت، پس از اسلام هم وجود دارد و حتی نکاح هایی که بی مهر می شود مثل شغار یا نکاح های دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم آنها را نهی کرده بودند. هر کسی که میگوید من بی یگان مهر دخترکم را به تو میدهم و وقتی میگویم مهر پس این حقی خاص زنها می باشد. برای همین الله میگوید و اتوا النساء صدقاتهن نحله، شما به زنها مهرهایشان را بدهید. اینجا به مهری که زن از شوهرش میگیرد، اگر گفته مقدار معینی پول رو گرفت، میداند که شرایط شوهرش هم خوب است و او گفت من این مهر رو میگیرم، این مهر حق خاص خودش هست. با اون پول نه پدر دخترک، نه خود شوهرش، نه نفران دیگر نمیتوانند دخالت کنند یا اینکه حق دخالت کردن را ندارند. اگر مصلحت کردند و گفتند من با مهر خودم به خانه ام بعضی از اشیاهای خانواده میخرم یا اینکه با این مهر خودم برای توی و لباسهای توی خرج میکنم، هیچ باکی نیست. اما این رو بدونیم که وی پول یا همون مالی که از شوهر میگیرد، خواه آن مال پول نقدی باشد خواه ارزش های دیگر، آن حق خاص خود زن است و هر کجا که خواست آن را صرف میکند و کسی نباید دخالت کند مگر در یک حالت، اگر دخترک سفیه باشد که درباره‌اش پیشتر صحبت کرده بودیم، یعنی زنی باشد که پول را درست خرج کرده نتواند و اسراف کند، انا در اینجا ولا تؤتوا السفهاء اموالکم و آنها پول را داده نمی شود. و گاهی هم می شود که خیلی که گفتیم دخترک خودش میگه من اصلا مهر نمیخواهم، من اخلاق این جوان رو خیلی دوست داشتم، فقط به عوضش میخواهم مرا حافظ قرآن کند یا مرا به جای داخل کند که در آنجا من تدریس کنم یا فقط میخواهم به یگان شهر روم. یعنی هر شرطی که مثل مهر هست در خود نکاح اگر مانده شود باکی نیست و به آن باید شوهر عمل کند. و گاهی می شود که بعضی گمان میکنند وقتی که ما مهر گفتیم و مهر فرض است برای شوهر گفتیم، نکاحی که در آن مهر وجود ندارد آن نکاح باطل است. ولی عزیزان این یک فهمی غلط می باشد، برای آن که گاهی می شود که در نکاح مهر را نمی گویند، برای آن که الکی همه میدانند که مهر همون منطقه یا مهر همون مکان زیست به همه معلوم است، این را میگویند مهر مثل. و در قرآن هم الله میگوید لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه، برای شما باکی نیست که زنهای خود را هنوز دست دراز نکرده طلاق دهید یا اینکه مهر را معین نکرده طلاق دهید. پس وقتی یک زن در وقت نکاح مهرش رو کسی به دهان نگرفت، کسی نمیداند که مهر این زن چقدر است و اون زن میخواهد مهرش رو طلب کند، در این وقت نگاه میکنند به اطرافیان دخترک، خواهر این دخترک چقدر مهر گرفته بود یا برادر این دخترک به عروسهای خودشون چقدر مهر داده بودند یا اینکه عمه و خاله یا عموما همون عرف همون مکانی که زندگی میکند مهرشون چقدر است و از همون حساب میکنند که این مکان مهر هر دختر مثلا مقداری $100 یا یک انگشتر 3 گرمه یا اینکه یک چیز دیگر است، شما این را به او بدهید و این مهر شما حسابیده می شود. پس مبادا اگر در نکاح درباره مهر صحبت نرفته باشد اینجا نکاح باطل نمی شود به اتفاق تمام علما و فقط در یکی از قولهای امام مالک آمده است که نکاحی که در آنجا مهر گفته نمی شود عموما صحیح نیست، حتما گفته شود، ولیکن جمهور علما با دلیل همین آیتی که الان خواندیم و آن هستند که اگر در نکاح مبادا درباره مهر صحبت کرده نشود پس مهر را به خویش و تبار دخترک نگاه کرده که آنها چقدر مهر گرفته بودند یا به همان محله و همان کشور نگاه کرده مهر را معین میکنند و وقتی دادنش چه خیلی است. اینجا چه خیلی که گفتیم بعضی می شود که در بعضی از کشورها همون روز نکاح مقدار مهر را به دست عروس می دهند، بعضی ها فقط یک انگشتر دیگر خلاص می شوند، بعضی ها یک مقدار پول یا بعضی ها حتی می نویسند که من از این عروس چونین مهر قرضدار هستم بعداً می دهم. و در کتاب های فقه از جمله در مغنی هم اومدگی هست که مقدار
پرداخت مهر وابستگی دارد به مصلحت عروس و داماد. اگر عروس گفت که همش رو الان در روز نکاح میدهی، شوهر راضی شد، آنها میتوانند همش رو در همان لحظه بدهند که اساساً در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم در روز نکاح مهر رو پرداخت میکردند. اما اگر اینها اتفاق کردند که این مهر رو حاضر من شرایط ندارم بعداً میدهم، در اینجا هم هیچ اشکال ندارد. یا اینکه در اینجا گفته شد که نصف از مهر رو در روز نکاح میدهید، نصف دیگرش رو بعداً میدهید و به این اتفاق شد، این هم باکی ندارد. و در بعضی از کشورها خیلی مقدار زیادی مهر میبندند برای شوهر و میگویند نصفش رو الان میدهی، بقیه اش رو مبادا زن رو طلاق دادی میدهی، که به این اگر زن راضی شده باشد هیچ باکی ندارد. ولی چگونه که گفتیم حالت‌های هم هست که همون روز نکاح خودی زن میگوید من به مهر نیاز ندارم، من به جای پول و مال دیگه ارزش هایی که ماده هستند یگان چیز معنوی از شما میخواهم فلان اخلاقتان رو تغییر دهید، یا میخواهم به من در این مسئله کمکم کنید که همین مهر من میباشد، که البته این هم در نزد اکثر علما جایز است. چگونه که گفتیم ام سلیم گفته بودند که من مهر نمیخواهم، من فقط اسلام آوردن شما رو میخواهم. پس حالت هایی میشود که مهر را دیرتر داده می شود، حالت هایی می شود که در همان زمان داده شود. و در اکثریت کشورهایی که در آنجا مهر از طرف قانونی معین شده است، حتی مهر را در روز نکاح نوشته می کنند که داماد به این اندازه مهر را باید به عروسش پرداخت کند، اگر پرداخت نکرد زن حق دارد حتی به قاضی شکایت کند. ولی متاسفانه در تاجیکستان ما با آن که 96% مسلمان هستند، در یگان جای قانون درباره مهر صحبت نمی رود و حتی پدر و مادر درباره مهر چیزی به دخترک نمیگویند. دخترک بیچاره از روزی که ازدواج کرد اکثریتش محتاج پول می شود برای خرید بعضی از چیزهای ضروریاتش و در حاملگی، در وقت تولد کردن، و اگر مبادای دیگر قسمت و تقدیر شد و طلاق گرفت، عموما دخترک با 2 دست خالی، با 2-3 کرپچه و با بالشت و دیگر 1-2 مبل میده از اون خانه رانده می شود که هیچ چیز در دست ندارد. و اینجا رو میگوییم دیگر ظلم بر علا بالای یک زن مسلمان که نه حق از میراث دارد، نه حق از شوهر دارد، نه مهر چی است میداند و نه گرفت. پس در بابت مهر باید زیادتر فکر کرده شود و این مسئله رو باید جدی گرفت. اولا شده هر یک مردی که میگوید نه درباره مهر صحبت نکنید، من اصلا این چیز رو یک خرید و فروش میدونم یا مسئله های دیگر، خیلی که گفتیم پیامبر صلی الله علیه و سلم مهر داده بودند و الله مهر را تعیین کرد و گفت شمایان مهر را بدهید. پس این مسئله مسخره کردنی هم نیست، مسئله های هم نیست که این را نادیده گرفته شود. پس از مسئله های هست که حتما در هر یک خانواده، در هر یک عروسی باید این چیز را به اینوبت گیرند و علل خصوص در زمان امروزه که خیلی طلاق زیاد شده ایستاده است، خیلی نابرابری بین زن و شوهر و دو عائله ها هست. بگذار هر یک دخترک مقداری معینی مهر خودش را داشته باشد که او تواند در یک روزی که روزی سختی به سرش می آید یا حالت هایی که محتاج است از همان مهر خود گرفته استفاده کند. و خیلی خواهرانی هستند مثلا در تاجیکستان نه در دیگر کشورها میگویند من مهر خود را گرفتم و آن را به یک تجارت خردکک صرف کردم تا حاضر از آن درآمد میکنم. بعضی ها میگویند من مهر خودم رو گرفتم و به خود شوهرم همچون قرض دادم و هر وقتی که خواستم کم کم از آن میگیرم. بعضی میگویند به مضاربه دادم، بعضی ها میگویند مقداری از طلاواری خریدم که در یگان روز آن را فروخته برای خود صرف میکنم. که البته در این حالت ها یا شرایط امروزه علل خصوص اگر نافهمی ها بین دو عائله الکی پیش از ازدواج شروع شود، بهترش این است که عائلوی مصلحت کرده درباره مهر صحبت کنند. و اینجا عزیزان وقتی گفتیم درباره مهر صحبت کرد، خود مهر را می شود هنوز در وقت فاتحه کردن و یا خود خواستگاری کردن معین کرد. در بعضی از عائله هایی که
از مهر تماما خبر ندارند، میتواند پدری عروس به یگان مشکل دخترک که خودش شر میکند با داماد نشسته درباره مهر صحبت کند. و یا اگر داماد خودش از اهل فضل باشد، خودش یا پدر داماد، که در جای ما اساسا داماد عموما صحبت نمیکند، همه چیز رو پدر با پدر، تقا با تقا حل میکنند، با هم نشسته صحبت کنند که انا این مقدار مهر داده می شود در روز نکاح، یا اینکه پس از 1 سال نکاح، یا اینکه پس از یک مدت همین مقدار مهر دخترک بالای داماد فرض است که باید داده شود. و اینجا به یگان مشکل داماد میتواند اعتراض کند که نه، من با این مقدار مهر ازدواج نمی کنم، یا من از این کمترش رو میدهم، یا عموما در عرف ما مدت مهر کمتر است، یا چیزی دیگر. و یکی از عزیزان اینجا یک مسئله هست که مسئله که در عرف ما عموما فهمی غلط دارند. تقریبا اکثریت نفرانی که کمی از دین باخبر هستند گمان میکنند که مهر نگرفتن ثواب دارد. این سنت پیامبر است و مهر گرفتن گناه است. و یک چند حدیث های بافته خود را هم دارند که زنی که مهرش را نبخشید در روز قیامت این می شود، از آن می شود، گویا که مهر گرفتن خودش گناه باشد و زنهایی که مهر می گیرند به یک گناه قدم زده ایستاده باشند. ولی چگونه که گفتیم پیامبر صلی الله علیه و سلم دختران خود را به مقدار مهر به شوهر داده بودند، در حالی که دخترشان فاطمه چگونه که میدونیم رضی الله عنها از بهترین سیدت و نسای جنت می باشند. و خودی پیامبر صلی الله علیه و سلم به ام المؤمنین مادرانمون حضرت عایشه، حفصه، دیگر ام هند یا ام سلمه، دیگر همسران خود هم به مقدار 1.5 کیلوگرم نقره داده بودند. اگر مهر دادن گناه باشد یا یک زن مهر گرفتنش گناه باشد، اولاتر این بود که همسران پیامبر میگفتند که ما مهر نمیگیریم، یا پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفتند که من دختر خود را به مهر به شوهر میدهم. اینجا هر فهمی که درباره این است که مهر گرفتی گناهگار میشوی غلط است، عکس قرآن است، عکس سنت است. و چگونه که گفتیم مهر وجود داشت و پیامبر دادند و پیامبر معین کردند، اما مقدار آن به هر شرایط به هر مکان نگاه کرده معین کرده می شود. و عجیب دیگرش این است که در بعضی از محله ها یا در بعضی از شهرک ها مهر بین کمبغل و بین نفران ثروتمند یک خیل است. ثروتمند هم تقریبا $200 یا $100، بعضی ها میگن حتی $20 مهر میدهد، فقیر هم $20 مهر میدهد. اما اگر به خود کتاب های فقه نگاه کنیم، به چگونه که گفتیم به زندگی صحابه ها نگاه کنیم، هر یک نفر باید به شرایط خودش نگاه کرده مهر معین شود. هرگز دامادی که ثروتمند است مهرش مثل داماد فقیر نیست، و هرگز عروسی که خودش ثروتمند است و میگوید نه پول و مال نمیخواهم، من معنوی مهر میخواهم یا چیزی دیگر میخواهم، اصلاح اخلاق شوهرم را مثل مهر میخواهم، مثل دخترک فقیره که مبادا اگر طلاق داده شود در دستش هیچ چیز نمیماند، مثل او نیست. پس نباید همه را برابر به یک جا آوریم و تحت یک حکم قرار دهیم و حکم خود مهر به عائله نگاه کرده، به قدر دخترک نگاه کرده، این چنین به شرایط مالی داماد نگاه کرده فرق میکند. یکی باید به شرایط خودش نگاه کرده بالاتر، یکی پایان تر دهد. ولی چگونه که گفتیم در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگویند کمتر از 30 گرم نقره مهر وجود ندارد. وقتی شما مهر میدهید حتما باید از 30 گرم نقره بالاتر باشد. ولی درباره حدیث ها هم صحبت کردیم که میشود که مهر از 30 گرم هم کمتر باشد، چون در حدیث در صحیح بخاری آمدگی هست و در دیگر کتاب ها آمدگی هست. و این چنین میشود که مهر به اندازه 1 کیلو و 2 کیلو و 30 رو از آن هم بالاتر باشد، به شرایط هر یک مرد نگاه کرده. و هرگز در گرفتن مهر گناه هم نیست و اما ندادن مهر گناه هست، چگونه که در حدیث ذکر کردیم که نفرانی که مردهایی که مهر نمیدهند در روز قیامت اگر آنها قصدن نیت کرده شرایط دارند و مهر نمیدهند و بعضی ها طلاق میدهند و مهر نمیدهند، انا اینها در روز قیامت از جمله زناکاران خواهند برخاست.
و این بود عزیزان موضوع ما درباره مهر. در رفت سوال ها اگر یگان موضوع خاصی به پیش آمد یا اینکه چیزی که باید گوییم اما نگفتیم در اینجا اگر یادرس شد حتما در جواب به شما خواهیم گفت. سوال اول، اگر مهر رو نداده باشید چی کار میکنی؟ اگر مهر رو نداده باشید باید بدهید، یعنی حتی اگر زنی که طلاق داد طلاق گرفت ببخشید و مردی که همسرش رو طلاق داد او باید اون مهر رو بدهد، وگرنه تا روز قیامت و در روز قیامت از جمله نفرانی که در گردنش قرض آن زنش بار است برمیخیزد. و یگانه در یک حالت اگر زن گوید که من مهر را نمیخواهم، من راضی هستم، در اینجا مهر ساقط می شود. یا اینکه مبادای زنی را مرد گرفت و در خانه دید که آن زن بدروحه هست، بد اخلاق است، عموما لایق زن شدنی ندارد، در این وقت میتواند بگوید که من نه به تو مهر میدهم، نه میخواهم در خانه‌ام بمانی برای اینکه ضررهای جدی داری، انا در اینجا مهر ساقط می شود. در غیر این با مشکلی های عائلوی دو نفر از هم جدا شدند یا اینکه سن سال مرد و زن خیلی بالا شده باشد، هم مادامی که زن از حقش برنگشت مهر بالای مرد فرض میماند و باید بدهد. اگر وقتی نکاح مهر معین شود ولی وقتی مهر دادن زن گوید که من مهرم را به خاطر رضایی الله بخشیدم، آیا این درست است؟ البته درست است. هر مهری که معین شد پس از معین شدن اگر زن از آن دست کشید گفت من نمیخواهم بگیرم به خودتان بخشیدم، البته این جایز است، چگونه که گفتیم الله در قرآن کریم میگوید و این تبن لکم عن شیء منه نفسه فکلوه هنیئا مریئا. اگر مبادا زنهایتان از مهرها به شما ببخشند، خواه همش را خواه قسمش را، این حلال و گوارا هست، بخورید، هیچ باکی ندارد. اگر زن بخشید البته پس از معین کردن، اما همین که بعضی ها میگن من خودم رو به شما بخشیدم یگان مهر نمیخواهم، این گونه ازدواج در اسلام وجود ندارد که زن به یگان مهر، به یگان نکاح، به یگان چیز دیگر بگوید که من خودم رو به شما بخشیدم و این نکاح حسابیده شود، چون این نکاح وجود ندارد. اما پس از معین کردن مهر در روز توی یا اینکه بعداً چگونه که گفتیم می شود که اگر در روز نکاح معین نشود بعداً معین شود، البته زن می تواند از مهرش دست کشد. مهر را شوهر به زنش داد، زنک گرفت، بعد مردک کشیده گرفت، چه خیل می شود؟ بعد این قرض می شود یا نه؟ البته که این قرض می شود و مرد گناهگار است، این دزدی مال زن است، چگونه که مال دیگران رو می دزدید، دزدی مال زن است و هرگز برای شوهر خواه در وقت طلاق دادن خواه در وقت زندگی مشترک جایز نیست که پول شخصی زنش را مهر دادگیش باشد یا هدیه دادگیش باشد یا چیز دیگر کشیده گیرد مگر اینکه با رضایت زن. سوال دیگر، اپا جان در ایران زنگیر شدم، همسرم هم طالب علم در ایران بود، مقدار مهر را گفتند هوشم پرید، صبر کردیم آمدیم به نرخ یک گوساله ماده مهر تعیین کردن، به نرخ مهر در ایران بوده در تاجیکستان 10 کس توی عروسی میکند، آیا همین کار درست است یا نه؟ البته تا اندازه افراط کردن در مهر در بعضی از کشورها از جمله در ایران هم یا در مصر هم، در بعضی از شهرهای مصر و در بعضی از دولت‌های کشورهای خلیج هم هست، اونقدر مهر زیاد معین کرده اند که مردها نمیتوانند زن گیرند. برای آماده کردن مهر زن یک داماد حتی تا 40 یا 37 و 38 سالگی میرسد تا که مهر یک زن را جمع کند و ازدواج کند. البته که این جایز نیست و در این باره چگونه که گفتیم پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند با برکت ترین توی شما یا ازدواج شما همان ازدواج هست که مهرتون آسان تر باشد. این خلاف شریعت است تا این درجه مهر را بالا گرفتن که در اکثریت کشورهای مسلمان ها هست. اما یک چیز دیگر رو بگویم که عزیزان، چرا بعضی از کشورها این گونه زیاد مقدار مهر بستن و این گونه زیاد برای هر یک مرد تکلیف کردن که همین پول رو میدهی بعدن ازدواج میکنی؟ برای
برای آنکه این کشورها یک مدت دیده بودند که وقتی با مهر کم مردها ازدواج میکنند زود طلاق میدهند و وقتی ازدواج آسان و مهر آسان است هر یک مرد در یک سال 2-3 بار زن میگیرد و طلاق میدهد. بعد گفتند که این گونه حقوق زنها پایمال شده ایستاده است، بگذار هر یک مرد با نرخ گران مهر پرداخت کردن زن بگیرد و قدر زن را بداند که تقریبا در چنین کشورها باور کنید در مصر هم تقریبا طلاق وجود ندارد و سبب آن که یک مرد به مقدار زیاد مهر پرداخت کرده است و او میگوید این رو من طلاق دادم، دیگر دوم باره به زن دوم از کجا من مهر پیدا میکنم. لیکن البته این از جهت خوب است، از جهت خیلی بد است که ظلم به مردها هست. برعکس تماما کشور ما و کشور آسیای میانه مثل ازبکستان و همسایه و قزاقستان و قرقیزستان که عموما مهر وجود ندارد و عموما حقوق زن از جهت مالی پایمال است. اینجا نباید مهر را تماما نابودش کنیم، نباید تا جای براریم که مرد دیگر زن گرفته نتواند. اینجا توسط و اعتدال را باید رعایت کرده شود و حتما بریزاگی عروس و داماد و اینکه مهر حق عروس است و فرض مرد است با هم مصلحت کنند، به شرایط داماد نگاه کرده که کدام مرد چه اندازه باید مهر بدهد. اما متاسفانه چه خیلی که بیان کردید بعضی کشورها قانونا یک مقدار مهر را تعیین کردند که مردها دیگر سن سالشون خیلی بالا هست و نمیتوانند ازدواج کنند. سوال دیگر، در جای ما وقتی ولی عروس مقدار مهر را میگوید، امام در حال تقسیم کنی مهر را سر میکند. به ولی عروس میگوید که فلان مقدار این مهر را به ارواح آدم و حوا بخشید، فلان مقدارش را به ارواح انبیا بخشید، سبحان الله، فلان مقدارش را به ارواح محمد مصطفی و خدیجه کبرا بخشید، فلان مقدارش را به ارواح جمیع ارواح گذشتگان مؤمن و مسلمان ها بخشید. در آخر اگر ولی $1000 گفته باشد هم همین خیل میکنند به $100 میفروید. همین کار امام درست است؟ این کار 100% درست نیست. پیش از همه نه حضرت آدم، نه محمد صلی الله علیه و سلم، نه حضرت خدیجه، نه فلانی و نه فلانی به این پول نیاز دارن و این که به او بخشید یعنی چه خیل میشود؟ صدقه کنید و برده بخشید یا همین که الان ثوابش رسید؟ چون این گپ در یگان جا آمدگی نیست. اولین بار راستی گپ خوندم و فهمیدم و خیلی تعجب هم کردم، برای اینکه در بعضی از جایها چنین نمود نکاح فقط ریزوگی ولی و داماد است، این گونه همه این بخشیدا وجود ندارد و در یگان جا آمدگی نیست. چه خیلی که گفتیم خود مهر حق عروس است و حتی ولی هم دخالت کرده نمیتواند که بگوید که این پول رو دخترم میگیری به اونجا صرف میکنی، اینش رو میگیری به اونجا صرف میکنی. اون پول خود دخترک هست، پول عروس است، به کجا خواهد صرف میکند. و حتی در بعضی از تفسیرها درباره وعات النساء صدقاتهن نحله میگویند زمانی بود که وقتی شوهر به عروس مهر میداد ولی همش رو از آن خودش میکرد، پدر عروس همش رو از آن خودش میکرد، به عروس چیزی نمیداد. سپس این آیت نازل شد که ای ولی ها، ای پدر یا ای برادری که تو خواهرت رو به عروسی دادی، اون مهر حق دخترک هست، به عروس به خودش بده. و اینجا اون چیزی که گفته شده است در اسلام عموما در یگان جا آمدگی نیست، خرافات است، سخنی گفته شده است و خیلی که گفتیم مهر عموما مسئله خاص شخصی زن است که شوهر باید آن را بدهد. سوال دیگر، اپا حاضر یگان مادر و پدر به گفته های پیامبرمان عمل نمی کنند، برای همین دخترها و بچه ها قریب همه فساد شده ایستادند. البته که این چیز رو به چشم خود دیده ایستادیم و علل خصوص وقتی نگاه میکنیم به شبکه های اجتماعی در یوتیوب باشد در مسئله های دیگر، در حقیقت آنهایی که موافق سنت پیامبر دختر خود را یا پسر خود را کلان میکنند و همچون پدر و مادر مسئولیت خود را اجرا کرده ایستادند خیلی کمند و اکثریت خواهرکای بیچاره که پس از ازدواج کردن به یک تین زور میشوند و علل خصوص پس از طلاق چیکار کردن رو نمیدونن. یکی خود رو به دریا میاندازد، دیگری خود رو حلق آویز میکند، دیگری میرود و به یگان گناه دیگر دست میزند. سببش همین بی‌مسئولیت پدر و مادر است که نه حق فرزند رو به او گفتند، نه شناسانیده اند که تو فرزندم
چنین حق و حقوق داری و باید از پی حق و حقوق خودت باشی. سوال دیگر، زچم همین مهر عروس رضا داماد رضا نکاح روا کوشه پیر شوند همه رو حل کرده می آیند. همین مهر گفته پرابلم کرده شیشتن چی در کار. البته که نفری که درباره مهر چنین میگوید، اولا در اینجا آیت قرآن کریم است و احادیث پیامبر است و مسخره کردن مهری که در آیت قرآن آمدگی است در حدیث پیامبر است، نعوذ بالله انسان از دین خارج میکند. برای همین در مسئله مسخره کردن نکاح یا طلاق یا مهر یا هر چیزی که در شریعت هست و در آیت آمده است، خیلی انسان باید احتیاط کند، زبانش را نگه دارد، برای آن که به اتفاق تمام علما بالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون، شما آیا به پیامبر، به آیات های قرآن کریم، به احادیث پیامبر شما مسخره بازی میکنید؟ دوام آیت لقد کفرتم بعد ایمانکم، بعد از ایمانتان از دین خارج شدید. برای همین خیلی احتیاط کنیم که در این باره مسخره بازی نکنیم. اما در اینکه زچم گفته ایستادید، البته ما در بالا در برنامه گفتیم که این را الله فرموده است، پیامبر فرمودند و پیامبر این را کردند و مسلمان باید پیروی الله و رسولش باشد. سلام علیکم و رحمت الله. اپا جان، من بیمار هستم، در حق من دعا گوید الهی شفا یابید و تمام بندگان مسلمان و برادر و خواهرهای ما که بیمار هستند و در هر مشکلی که هستند پروردگار خودش شفای کاملشان بدهد. اگر دیر کرده مهر دادید گناهگار میشوید یا نه؟ دادن مهر در وقتش این به اتفاقنامه یا مصلحت عروس و داماد نگاه میکند و عزیزان به این هم نگاه کنیم که در شریعت مهر را همچون قرض حساب میکنند و اگر مرد گفت من دیرتر میدهم، باید در روز نکاح این نوشته شود و در اکثریت کشورها نوشته میکنند که من مهرم را تا 10 سال آینده یا پس از 1 سال در همین روز میدهم. البته اگر همان روز رسید و شرایط پیدا نکرد و زن هم گفت که دیده ایستادم شما شرایط ندارید، بعدن میدهید، گناهگار نمی شود. لیکن مرد قصدن دیر کند، شرایط دارد و ندهد و او دیگر همسرم است که خواستم میدهم، چرا به این من پولم رو میداده باشم، در یک خانه زندگی میکنیم، از یک دیگ خوراک میخوریم، در خانه من است، همین الکی مهر است. اگر چنین باشد البته انسان گناهگار می شود. اما شرایط نداشته، در حقیقت شرایط شما برداشت نکرد، در این وقت لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، از اون چیزی که الله به شما داد از اون زیادترش رو هرگز از شما طلب نمی کند و شریعت بالای کسی ظلم نمی کند. لیکن چگونه که در حدیث هم گفتیم، در حدیثی که در طبرانی آمده است، مردی که قصدن نمی دهد، شرایط دارد و مهر نمی دهد، باز مقصدش از اول نکاح این است که من به این زن مهر نمی دهم، انا این در روز قیامت هم به الله روبرو می شود در حالتی که از جمله زناکاران حسابیده می شود. سوال دیگر، نکاح زن شوهر دیده با دختر بکره یخیل است یا نه؟ اگر از جهت مهر پرسیده باشد، مهر زن شوهر دیده و دختر فرق نمی کند مادامی که در عرف یک مقدار مهر رو معین کردن. اما اگر خود عروس و داماد اتفاق کردن به یک مهر، چگونه که در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم دیدیم، بعضی زنها با شوهر خود مصلحت میکردن که من همین قدر مهر میخواهم. اگر زن خودش اتفاق کرد راضی شد یا حتی گفت که من مهر نمیخواهم، مهرم را بخشیدم، یا یگان سیاحت چیز دیگری طلب کرد، هم باکی ندارد. اما مخصوص بکره باید مهرش زیادتر باشد و زن شوهر دیده باید مهرش کمتر باشد. در این باره دلیل نیست مگر اینکه هر دو با هم مصلحت کردند. سوال دیگر، من خانه‌دار شدم، مهر $200 تعیین شده بود. با همسرم دگوار کردیم که مهر رو روسیه رفته بیایم میدهم. عروس نودختر برآمد، سببهایش رو عروس گفت. من گفتم که یک مدت در خانه میمونی، بعد طلاق میدهم، به خانه پدر و مادرت میروی. تاثیرش در نزد من پنهان ماند. من روسیه رفتم و از روسیه طلاق گفتم، او رو از روسیه طلاق گفتم، به خانه خودشون رفت، اما مهر رو نداده
موند چیکار کنم؟ اگر شما مهر را نداده باشید، در همین حالتی که در حقیقت با عیب همسر را پیدا کردید، اون هم اگر زنا باشد، البته که حق دارید که مهر را ندهید. و حالت هایی که مهر ساقط می شود، یکی از آن حالت ها در حقیقت زن بی‌راحه براید یا یگان عیب جدی داشته باشد، مثل اینکه یک زن را ساق سالم گفته به ازدواج برآوردن، اما زن دیوانه بوده است یا کسلی های پوست داشته است، و یا اینکه یک دخترک را گفتند خیلی خوش معامله است، اومد که خیلی بد رفتار است و با یگان کس مناسبت کرده نمیتواند، یعنی عیب های جدی داشته باشد، در این وقت مهر ساقط می شود و اگر ندادید هم گناهکار نیست، اما اگر مردانگی کردید و دادید باز این بهتر است. بعد عروسی، حالا عروس رو ندیده طلاق دهید، مسئله مهر چه خیل می شود؟ اگر عروس رو ندیده طلاق دهید، در اینجا دو حالت است. یکی حالت این است که در وقت عروسی شما مهر رو معین کرده بودید. مثلا در وقت عروسی گفته بودید که مقدار مهر این عروس $200 می باشد، اما به اون نزدیکی نکرده طلاق دادید. فنصف ما فرضتم، خیلی که در سوره بقره آمده است، شما نصف همان مهر را میدهید، یعنی $100 را میدهید. اما گاهی شد که درباره مهر هرگز صحبت کرده نشد، عموما درباره مهر صحبت کرده نشد، نکاح بسته شد، اما داماد و عروس دیگر تماما با هم خلوت نکردند و داماد عروس را طلاق داد. در اینجا به او متعه میدهید. متعه معنیش این است که به مقدار 3 ماه یا یک مقدار برای زندگی کردنش به او کمی از پول یا مال میدهید که 2-3 ماه با آن زندگی کرده تواند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم هم زنی را از قبیله جون طلاق میدهند و او نزدیکی نکرده و به او کمی لباس و کمی متاع میدن، یعنی یک مقدار مهر و یک مقدار پول یا از مال میدهید که در بعضی از قولها تا 3 ماه زندگی کرده تواند، در بعضی جایها اون را گرفته کمی خرسند شود، دلش برداشته شود. پس در حالتی زن را گرفتن و نزدیکی نکرده طلاق دادن، مهر دو نمود می شود. یکی نصف مهری که در وقت عروسی نوشته شد یا گفته شد، یکی اینکه مهری که عموما گفته نشد و شما در اینجا چیکار کردید؟ همین خیل به یگان مهر ازدواج کرده بودید، طلاق دادید. برای همین الله میگه لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه. و شما هیچ گناهی نیست که اگر زنهایتان را طلاق دادید، دست نزده یا اینکه به آنها مهر معین نکرده، در دوامش میگوید به آنها فمتعوهن، مدت یک مقدار مال را دهید که با آن دیگر خوشحال شوند، 2-3 ماه با آن زندگی کرده توانند. همین ولیه که در نکاح شرکت میکند ولی مهر است یا ولی دختر است؟ البته که در نکاح ولی که هست او ولی دختر است، ولی مهر وجود ندارد. در نکاح یک ولی هست و 2 شاهد باید باشند و داماد باشند. بعد از این نکاح باید اعلان شود و ولی می شود یا پدر عروس یا برادر عروس یا عمو یا تقا یا حتی برادر خردیش اگر به بلاغت رسیده باشد. برای مهر یک ولی دیگر وجود ندارد. سوال دیگر، شوهر کمبغل باشد، مهر را داده نتواند، چی کار باید کند؟ در توی پول نوک به نوک مصرف می شود، بیشتری وقت برای دادن مهر پول نمی ماند. البته چه خیلی که گفتیم مهر اگرچه بالای مرد فرض است، حتما نیست که در روز نکاح آن را پرداخت کرد. می شود که مهر را پس از 1 سال، پس از 2 سال یا حتی شرط مانند که هر زمانی که شرایط مرد خوب شد مهر را پرداخت می کند. در یگان جا نیست که حتما روز نکاح، در روز درآمد داماد به نزد عروس شما پول را پرداخت کنید. اینجا همه اتفاق هستند که مهر می شود یک بارگی داده شود، مهر می شود تقسیم کرده جدا جدا در چند مدت داده شود، مهر می شود معجل داده شود. معنای معجل پس از چند سال وقت شرایطم خوب شد مهرت را می دهم، یا زن میگه اگر شرایطتان خوب شد مهر را می دهید، شرایطتان خوب نشد دیگر من مهر را بخشیدم، که البته این باز بهتر است و محبت ها را زیاد می کند، چون در اینجا رحم و شفقت هم وجود دارد.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد جان، اگر مرد مهر را به ولی ها دهد، مهر را نابود کرده باشند، پس زن مهر را از کی طلب میکند؟ البته که اولا علیکم سلام و رحمت الله خواهر جان. اول اینکه باید هم ولی هم داماد بدانند که مهر حق ولی نیست، آن را به پدر داده نمی شود مگر با مصلحت خود دخترک. با مصلحت خود دخترک که دخترک میگوید مهر را به پدرم دهید، او به توی صرف کند اگر شرایط خوب نداشته باشند. اما اگر ولی گرفت، اون هم ولی دلیل آورد به داماد که مثلا دخترم اونقدر پول رو صرف کرده نمیتواند، اون رو به من ده، من بعداً میدهم. در اینجا داماد بیچاره را دویم بار به من مهر ده نمیگویند، بلکه دخترک این مهرش را از پدرش یا از ولیش طلب میکند و ولی هم اگر نداد گناهگار میشود. این گرفتن مال یک نفر از روی باطل است. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، میگوید الله. پول همدیگر رو از روی ناحقی، ناعدالتی نخورید، مگر در یک حالت پدر میداند که دخترکش پول رو به دست گرفت، اون رو درست صرف کرده نمیتواند، نابودش میکند، اسراف میکند، بعضیا میگن از خودش میرود، دیگر تمام روز به بازار میدود. انا در این وقت اگر پدر گرفت و گفت من بعداً کم کم به تو خرج میکنم یا به تو این پول رو پس انداز کرده میمونم بعداً میدهمت، اینجا بوکه نیست. لیکن اگر همین خیلی نه تو دختری من هستی، مهر تو از من است گفت، اینجا کار پدر غلط می باشد و دخترک باید مهرش را از پدرش طلب کند و داماد هم در وقت پرداخت پول حتما با عروس مشورت شود که پول را به دست کی دهم، از پیش خود به ولی دادن جایز نیست. در نکاح اگر ولی دختر باشد، شاهدها باشند، به مولا نکاح کرده می شود یا نه؟ در نکاح بودن ولی حتمی است، این چنین رضاگی عروس و داماد حتمی است و در نزد اکثر علما شاهدین حتمی است. اما بودن مولا و پرسیدن شما راضی هستید، شما راضی هستید، در یگان جا حتمی نیست. بعضیا میگن خیلی خوب است که در آنجا یگان آیت قرآن خوانده شود، هر جایی که آیت قرآن کریم خوانده می شود آنجا پر از برکت است و ملائکه رحمت نازل می شوند. این چنین یک مولا باشد و از مهر آنها رو آگاه کند، از شروط نکاح آگاه کند که اکثریت ولی و شاهدها نمیدونند، بهتر است. این فقط بهتر است، لیکن حتمی نیست که فرضاً یک فرض باشد و یک مولا آید و آنجا چیکار کند، خواند و دیگر خیلی که در بالا گفتن همه این مهرها رو معین کند و تقسیم کند. به این هم می شود. اما چیز اساسی که بعد از نکاح باید شود، این اعلان نکاح که پیامبر صلی الله علیه و سلم اعلینوا النکاح گویان تاکید کردگی هستند. اولیم ولو بالشات، حدیث در صحیح بخاری و مسلم است. حتی با یک گوسفند باشد هم باید به مردم ضیافت داده شود تا مردم بدانند که این نفر ازدواج کرد. دختر در مهاجرت اگر به شوهر براید ولی نداشته باشد چگونه نکاح میکنند؟ اگر دخترک در مهاجرت باشد، در شرایط حاضره می شود که رضاگی ولی را با تلفن گیرند. اما شاهد هم بعضی از علما میگویند الان که هم دیگر رو دیده میتوانیم، می شود که عروس در دیگر کشور، داماد در دیگر کشور و دو شاهد در دیگر کشور همه با هم به گفته خودمون ویدیوزوانو کنند و دیگر نکاح رو بندند. اما همون که عروس داماد یک جای می شوند، دیگر اینها باید ولیمه توی رو بدهند یا اینکه مهمانی یا ضیافت توی را بدهند. اگر ولی در دور است، اینجا ولی دور است بهانه نمی شود، حتما باید اجازت ولی را از طریقه تلفن بگیرند و یا اینکه ولی یگان نفر را به جای خودش وکیل گیرد، بگوید که من در نکاح وجود داشته نمی توانم، به جای من فلانی دوستم یا فلانی امام مسجد ولی ولایت را به دست بگیرد. سوال دیگر، ولی ها میگویند اینقدر ما رسخود میکنیم، مهر رو گیریم هیچ بوکی ندارد، چندین هزارها رو ما رسخود میکنیم. پیش از همه رسخودی که کردن برای دخترکشون کردن و البته که هر یک پدر خودی وظیفه پدریش رو هم به جای آورد و خودی کمک کردن برای ساختن یک عائله در اشیاءهای خانگی در عرف ما هست که پدر و مادر کمک میکنن. اما وای مهر پول خاص دخترک هست که اگر بعد از ازدواج به یک حالتهای ناگوار روبرو شد، به یک حالتهای اومد که از کسی پول گرفته نمیتواند، یا اینکه وای دخترک هم الکی مادر میشود، صاحب عائله میشود، میخواهد پول شخصی خودش رو داشته باشد تا نزدیک کسی سرخم نکند، وای پول مهر خودش هست و ولی اگر به
برای توی رسخود میکند و حق ولیگی خودش رو، حق پدری خودش رو میکند، چگونه که دیگر پدرها هم میکنند. سوال دیگر: با یک کاسه آب و پخته را در آن ترک کردن و آشامیدن آب کاسه بعد خواندن مولا نکاح میکنند. این درست است یا نه؟ البته از خرافات است آب ماندن در نکاح، آن را خوردن، یا بعضی ها میگویند در وقت نکاح مبادا دخترهایی که شوهر کرده جدا شدن داخل نشوند که به نکاح خلل میرسانند، فولی بد است و این چیزها همش خرافات است، هیچ اساس ندارد. چگونه که گفتیم، همین که داماد به خودی ولی گفت که دختر شما رو من به زنی میگیرم، ولی گفت من راضی هستم، دخترک هم گفت من راضی هستم، دیگر دو شاهد در آنجا گفتن ما شهادت میدهیم که اینها هم دیگر رو به زنی و شوهر بارزاگی ولی قبول کردن، نکاح بسته می شود. اما بعد از نکاح یا در همان روز نکاح حتما باید ولیمه هم داده شود، حتما باید یعنی اعلان شود و این توی رو مردم فهمند. پنهانی در یک کنج رفته 2 نفر 3 نفر نکاح کردن در شریعت چنین نکاح وجود ندارد. همین قلینگ مهر است یا نه؟ راست دیگه من کلمه قلینگ رو نفهمیدم. اگر اشیاهای خانواده رو در نظر داشته باشند، قلینگ گفته اگر اشیاهای خانواده یعنی هدیه هایی که داماد به عروس مثل لباس و دیگر سر و پا میبرد این رو در نظر داشته باشند، اگر عروس راضی شود گوید که مهر من همان لباس ها هست، جایز است. اما این رو دانیم که در عرف ما در همه توی ها پیش از توی به عروس لباس میبرند، خانه عروس رو آماده میکنند که این به مهر رابطگی ندارد، مگر اینکه عروس خودش گوید که من مهر نمیخواهم، هر چیزی که به من تحفه آوردید اون مهر است. اگر عروس راضی شود مهر حساب می شود، راضی نشود اون تحفه تویانه یا تحفه عادی هست که هر یک داماد پیش از توی به عروس میبرد. نکاح با تلفن اجازه است؟ من در مهاجرت عروس شونده هم در ازبکستان می شود که با تلفن نکاح کنیم، بعد با تلفن روبرو شویم یا اینکه واخوریم. من سرازا میفرستم حق مهرش رو. در اینجا حتما باید بجز عروس با ولی عروس هم مشورت کنید. اگر ولی راضی هستند، یعنی پدر عروس یا برادر عروس یا یگان خویش مرد دیگری عروس، البته که می شود که شما از اینجا ولی و عروس در آنجا و 2 شاهد همه با هم ویدیو زدن کرده یا صوتی همدیگر رو شناخته نکاح کنید و مهرش رو بعدا هم داده می شود، و یا اینکه بعد از عروس آمدن ولیمه داده هم می شود. و در این باره اینکه آیا می شود که عروس در دیگر کشور، داماد در دیگر کشور نکاح کرد؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم در خود مدینه بودن. ام حبیبه رمله دختر سفیان مادر المؤمنین در حبشه بودن و پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی میفهمند که همسر رمله وفات کردن و رمله تک و تنها به محرم در حبشه ماندن، از مدینه ایستاده برای خود خواستگاری میکنند و ازدواج میکنند. نکاح این 2 نفر پیامبر صلی الله علیه و سلم و ام حبیبه بسته می شود، در حالی که 2 نفر در 2 شهر هستند و مهر ام حبیبه را نجاشی از نام پیامبر همچون وکیل میدهند. پس می شود که از این شهر در آن شهر باشد هم نکاح بسته شود، اما راضی شدن ولی، بودن ولی، 2 شاهد و بعدش اعلان کردن نکاح حتمی است. می توانید بعد از عروس آمدن می توانید در همان روز هم که به همه خبر دهید و یک آش کنید هم می شود. ولیمه حتمی نیست که مهمان زیاد آید گوسفند کشته شود، لیکن بهترش این است که چگونه که پیامبر صلی الله علیه و سلم و عبدالرحمن ابن عوف گفته بودند، اولیم ولو بشاد، حتی به یک گوسفند باشد هم کشته به مردم داده شود که این ضیافتی توی است. دیگر حق شیر میگویند همین آیا مهر می شود یا نه؟ حق شیر مهر نمی شود. مهر خودش پول مخصوص است یا اینکه یگان چیزی معنوی هست که عروس خودش راضی می شود. السلام علیکم و رحمت الله. من یک چیز را نفهمیدم، آیا با تلفن نکاح کردن جایز است یا نه؟ با تلفن نکاح کردن را لجنه علما در شرایط حاضره اجازه می دهند، اما با شرط
با شرط اون که در تلفن همدیگر رو شناسند، ببینند، عروس باشد، ولی باشد، دو شاهد باشد، داماد باشد، روزگی همه دهند. و بعداً خیلی که گفتیم یا عروس در مکان خود و بهترش داماد در مکان خود ولیمه دهد. و هر کسی که میگوید با تلفن نکاح کردن نمی شود، خیلی که گفتیم پیامبر صلی الله علیه و سلم در دیگر کشور، ام حبیبه در دیگر کشور، بین اینها نکاح بسته شده بود. و اینجا اگرچه یک دو سوال آمد ولی که سوال ها به جواب های پیشتر موافقت میکنن یا به سوال های پیشتر مانندی دارند. عزیزان، این بود برنامه امروزه ما درباره مهر زن چقدر و کی و چطور داده شدنش. الهو همین سنت، همین فرضی که در شریعت هست احیا شود و برادرانی که ما رو میشنوند، خواهران عزیزی که با ما هستید یا بعداً ما رو میشنوید، بگذار مهر رو بدانیم و این سنت رو در جامعه جاری کنیم تا اینکه مبادا پس از طلاق دخترکان به چیز و چور در کوچه ها نمونند، یا اینکه پس از ازدواج به یک تنزار شده به کی رفته به من کمی پول بدهید برای خودم دارو خرم، به نزد طبیب روم و یا چیز دیگر نگویند. و یا اینکه مبادا اگر قسمت رفت و از همدیگر جدا شدن با اون پولی که در دستشان هست یا به مهاجرت مهنتی روند یا اینکه به یگان تجارت آن را صرف کنند. و به امید اون که این برنامه ما و این دلیل هایی که از شریعت بود نه از پیش ما برای شما اثری حیاتی ببخشد و در حیات خود مهر را پیاده کنید و همچون فرض بودنش قبول کرده عمل کنید، شمایان را به امانت پروردگار میفرستم که امانت ها را هرگز خیانت نمی کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.